راه آهن سراسری رضاشاه یکی از موضوعهای بحث برانگیز و اختلافی است که همزمان موافقان و مخالفانی دارد. فیلیپان ایرانکانی در کتاب سنت تقدس پادشاه در ایران احداث راه آهن را از بزرگترین دستاوردهای معاصر می‌داند. دونالد ویلبر نیز در کتاب رضاشاه پهلوی آن را طرحی بزرگ قلمداد می‌کند. از طرف دیگر یروان ابراهامیان در کتاب ایران بین دو انقلاب می‌نویسد توسعه اقتصادی با پیشرفت‌هایی در حوزه ارتباطات آغاز شد. رضاشاه پس از تثبیت قدرت در سال 1304 پروژه بحث برانگیز راه آهن را بلافاصله آغاز کرد. سال 1308 بندر شاه در ساحل خزر به ساری در مرکز مازندران و بندر شاهپور در خلیج فارس به دسفول در شمال خوزستان متصل شد. در سال 1310 نخستین قطار از بندر شاه به تهران و از آنجا به بندر شاهپور رسید. در سال 1320 تهران از طریق سمنان به مشهد و از طریق زنجان به تبریز وصل شد. این خط آهن را که بیش از 1600 کیلومتر بود و از سخت‌ترین و مشکل‌ترین مسیرهای جهان عبور می‌کرد، مهندسانی از آلمان، انگلستان، آمریکا، کشورهای اسکاندیناوی، ایتالیا، بلژیک، سوئیس و چکسلواکی ساخته بودند. در همین حال منتقدان ساخت راه آهن در مسیر شمال جنوب نقدهای جدی بر آن دارند. ابتدا اینکه این طرح بر اساس خواسته های انگلیس بود تا طرح راه آهن شرق به غرب شکل نگیرد. انگلیس نگران نفوذ آلمان از مسیر غرب آسیا به هند و شرق آسیا بود. ضمن اینکه گفته می شود طرح راه آهن سراسری در دوره قاجار برنامه ریزی شده بود. اگرچه انگلیس و روسیه همواره علیه طرح‌های یکدیگر اقدام می کردند و جلوی ساخت آن گرفته می شد. در یکی از اسناد وزارت خارجه انگلیس درباره مذاکرات ایران و انگلیس برای ساخت راه آهن در دوره قاجار و حتی پیش از کودتای 3 اسفند 1299 آمده است: کلنل والاس نماینده شرکت نفت ایران انگلیس برای کسب امتیازات بیشتر به تهران آمد. مهمترین مسئله‌ای که در جریان مذاکرات کلنل والاس با مقامات ایران مطرح شد امتیاز تأسیس خط آهن از خرمشهر یا هر بندر دیگر در خلیج فارس به سمت لرستان و ادامه آن از طریق سلطان آباد یا همدان به سمت تهران بود. همچنین جان فوران در کتاب مقاومت شکننده می‌نویسد بخش عمده توسعه منابع دولتی صرف طرح‌های زیربنایی شد که بارزترین آنها راه آهن سراسری بود. احداث این خط آهن 850 مایلی سراسری در واقع به هدر دادن منابع بود. طرحی پرهزینه که پیامدهای ناگوار چندی داشت. تورمزا بود، هدفهای اقتصادی نداشت و از هیچ یک از شهرهای عمده کشور جز تهران عبور نمی‌کرد. سطح زندگی عمومی را پایین آورد چون هزینه آن از طریق مالیات قند چای تأمین می‌شد. احداث هر مایل راه آهن 35,000 پوند استرلینگ هزینه برمی‌داشت، در حالی که احداث جاده‌های ماشین‌رو با 1 تا 1.5% این هزینه امکان پذیر بود. به نظر می‌رسد عمده‌ترین عملکرد آن ایجاد امنیت داخلی در جنوب بود، چون امکان بسیج و اعزام نیرو را آسان‌تر می‌کرد. در شمال نیز موجب بهبود وضع بازرگانی با شوروی شد و بنابراین تصادفی نبود که املاک رضاشاه در مازندران با احداث راه آهن سراسری ارزش بیشتری پیدا کرد.